روانگاه سوریه یا مافی مروان را گهاند که هفپیمانیا ناودولتی یا لدیجی داعشه ریشن خوالی سر دبرند بین کنترولاری خصنا داعشه یا تروریست لگوندواره دیرا زوره گورتیر کریه. اما لروانگاه دیار کر که دهدان عصره بلافرین هفپیمانیا ناودولتی بتوندی دبرند بین کنترول داعشه ده بمب باران کرن هفدمی تو باران کرن بلافرین شرکر این هفپیمانی بزیده تری 6 توپان لسر همان دوره. اروها روانگاه دا دیار کرن که ایرودان سبهیجی بلافرین هفپیمانیا ناودولتی لدیجی داعشه لسر اسمان گوندواره دیرا زوره فرین هفدمی بمب باران کرن بلافرین هفپیمانی بشه و یکی تونده لسر داویترین بنگهار خصنا تروریست یا داعش لگوندواره دیرا زوره کد انجام ده هجماره کمزدن جچکدارن داعشی هاتن کشتن. روانگاه اشکره کر که او اپراسیون اسمانی و بجایی جالی هفپیمانیا ناودولتی لدیجی داعش ته بشتی که گروپک جری خصنا تروریست داعش اولاد درباسونا باجاروک هجین لگوندواره دیرا زوره دان تکس کر که پشتی دور پیچ کرنا همان گروپا داعش بلافرین هفپیمانی کاریه بچند اپراسیون اسمانی بنگه داعش ارمانج بکه ده انجام و êrîşê de و گروپا داعش یا کوجه بهتری 11 چکداران پیک دهات آتن کشتن. ارلگوری آمارین روانگاه سوریه یا مافی مروان که جده ایلونا بوری و تانها ده انجام پیک آنینا اپراسیون اسمانی جالی بلافرین هفپیمانیا ناودولتی لدیجی داعش لسر داویترین بنگهاری خصنا داعش لگوندواره دیرا زوره بهترین 156 چکدارن داعشی هاتن کشتن. اره درباری êrîşên کره خصنا تروریست یا داعش انجام دایل گوندواره دیرا زوره روانگاه به بلگه دیار کرد که انجام وان êrîşan ده 328 ولاتین سیویل که بهتری وان زاروکو جنبون جانا خوشی دزدان و اشکره کرد که جده مجداره تا ده و مهه 200 ولاتین سیویل ده انجام êrîşên رخصنا داعش لگوندواره دیرا زوره جانا خوشی دزدان.